در گوشه‌ای از ولسوالی انخوی فاریاب در فضای پر از عطر شیرین و دلانگیز کلوچه‌ها، همایون شریفی با ایجاد کارگاه کوچک اما پرنشاط تغییرات بزرگی در زندگی جوانان این منطقه به وجود آورده است. او که 1 سال پیش این کارگاه را اندازی کرده، اکنون با افتخار از تلاش‌هایش برای ایجاد اشتغال در منطقه می‌گوید. این قنادی کوچک اما پویا در روزهای عادی با تیمی 15 نفری به تولید مشغول است، اما هنگامی که طبل عید به صدا در می آید، شور و شوق دیگری به این کارگاه راه پیدا کرده تعداد کارکنان آن به 30 نفر می رسد و شبانه روزی مشغول پخت و بسته‌بندی کلوچه ها می شوند. این کارگاه در یک شبانه روز توانایی تولید 850 تا 900 کارتن کلوچه را دارد، رقمی که نشان از توان بالای تولید و استقبال شهروندان از این محصولات را دارد. ما تقریبا 1.5 سال شده که در اندخوی دستگاه را آوردیم و فعالیت شروع کردیم. تعداد کارمندای ما 14 نفر است بر فعلا. نزدیک عید که بیایه شب روز کار میکنیم، باز دیگه تعداد کارمندای ما تا 25-30 نفر میره. یک شبانه روزی که در اینجا ما تولید جدی شروع بکنیم، 850 کارتن تا 900 کارتن ما تولید داریم. در فعلا 2 نوع بسکیت تولید میکنیم، یکی بسکیت ساده میگیم یعنی بسکیت خشک، یکیش کریم دار و یکیش هم کنجد دار، مثل که خارجی ها ولی کنجد دار ما تولید داریم. آقای شریفی با نگاهی به آینده از شهروندان تقاضا دارد تا دست در دست هم برای حمایت از تولیدات داخلی تلاش کنند. درخواست ما از مردم و شهروندان، از وطندارای ما عزیز که بیادر اینمی تولیدات داخلی را استفاده بکنه، نه اینکه از تولیدات خارجی را استفاده بکنه. اینمی یک چند روپه پیسه که در پیش دکاندارا میره، نگویه که ما جنس خارجی بگیریم، جنس وطنی ما را بگیره، خود که پا شویم.